که کتابخوانی رو چیزها ما گوییم که مسابقه ها گذراندن، عموما سیمپوزیوم و دیگر چیزهایی که در سطح در کاری هست آنها گذراندن که این ترغیبات شود تا اینکه عقل بیدار شود. عقل بیدار میشه در کتابخوانی فقط. تشکر میکنم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز، از یکایک شما که تا این لحظه ها ما را همراهی میکردید اظهار سپاسی خاص میکنیم و خاطررسان میشویم که در موضوع مختلف و داغ هر هفته روزهای چهارشنبه از طریق موج صدای آسیا با برنامه گفتگوی ویژه که مهمانی این برنامه را پیوستگی دکتر محمود کبیرزاده متخصص طب شرق و روانشفا بر عهده دارند ادامه میکنند و شما نیز امکانیت خوب دارید که هر یک موضوعی که شما فکر میکنید که داغ جامعه است، موضوعی که شما فکر میکنید که با شنیدنش بیشتر نیاز دارید، امکانیت هست که تماس بگیرید. اصول های تماس ما دائم فعال است. درخواست های شما، انتقاد های شما و پیشنهادهای شما را پیوسته ما میشنویم. تا روز دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خیر و دکتر از شما نیز تشکر میکنیم به خاطر شرکت ورزیدن و بسیار یک برنامه خوب و جالب هم بود. فکر میکنیم و امید و تمنا میکنیم که همه این صحبت هایی که تا اینجا شد توانسته باشد که بهر باز هم پیشرفت و بالا بردن دانش ملت ما و همزمان به خاطر بیداری ملی و اینچنین به خاطر استقلالیت وطن عزیزمون که طول یک ساعت تقریبا گفته شد که تا کدام حد برای این ملت، برای این مردم ضرور است کرده باشد. از شما تشکر میکنیم. سلام علیکم.